الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، در برنامه‌های پروردگار و در سنت‌های الهی وقتی که انسان فکر کنه، بررسی بکنه، این می‌بیند که الله تعالی در طول تاریخ برای سعادت انسان دین را فرستاده است. همه ادیان سماوی که در طول تاریخ قرار داشتند از جانب الله بودند، به وسیله انبیاء علیهم السلام ابلاغ شدند. تمام این ادیان در یک محور چرخیدند. محور یکی بوده و اون محور اصول اعتقادی، توحید، وحدانیت پروردگار. دیانت در طول تاریخ، در حیات بشر و زندگی بشر، همه ادیان بر محور توحید قائم بودند. یعنی یکتا پرستی، یا پرستش تنها خدای واحد و لا شریک. معبود شما یک معبوده که لایق عبادت، لایق بندگی، لایق پرستش. و همه ادیان سماوی بر محور معاد و اعتقاد به قیامت چرخیدند و اصول اعتقادی در تمام ادیان سماوی تغییر نداشت. اصول اعتقادی همه انبیاء مشترکند، تمام ادیان مشترکند در اصول اعتقادی. همه اعتقاد دارند. این اعتقاد تبلیغ شده که قیامت بر حق حساب و کتاب هست و الله تعالی از بندگانش حساب و کتاب میگیره. همه ما در میدان محشر پاسخ بدیم و از همه ما سوال خواهد شد و جواب عمل کردمون را به بارگاه الله تعالی بدیم. همه ما مسئولیم. و سومی اصول اعتقادی که محور بوده برای ادیان سماوی در طول تاریخ، رسالت بوده و نبوت بوده است و اعتقاد بر این که انبیاء علیهم السلام که از جانب الله فرستاده شدند و وحی به اونها فرستاده شده، رسالت بر حق. چرا که ادیان سماوی را، تمام ادیان و دینها را انبیاء ابلاغ کردند و رساندند و اونها پیام آور الله تعالی بودند، پیام آور سعادت برای بشر بودند. این سه اصول اعتقادی در هیچ دوره، در هیچ دین تغییر نداشته. واحد بوده، یکی بوده و اینا محورهای اصلی دیانت. اما در طول تاریخ در این شریعت ها احکام متفاوت بوده و احکام را الله متفاوت نازل کرده. برای چه؟ برای اینکه شرایط متفاوت بوده، مقطع متفاوت بوده، زمان متفاوت بوده، بر حسب نیاز مردم، بر حسب شرایط مردم. و احکام الله تعالی تفاوت داشته است و کل زندگی بشر تفاوتش در با توجه به شرایط، با توجه به نیاز، با توجه به زمان، با توجه به روز. در هر زمان نیاز متفاوتن، در هر زمانه تقاضای حالات، تقاضای شرایط یکی نیستم. لذا این ادیان
این تفاوت ها داشتند، همه ادیان تفاوت های را داشتند و متفاوت بودند و این سنت الهیه. الله هیچ وقت بر یک روش پافشاری نکرده، یک روش نگذاشتن. شما 5 تا نماز میخوانید، شاید بعضی 2 تا نماز خواندن، بعضی 1 نمازی داشتن. و حج بر تمام در ادیان سماوی گذشته بیشترین نظر اینه که زمان ابراهیم را افتاده، از جلوتر نبوده. و تمام این تغییرات در شریعت های گذشته و اینها بر اساس تغییر زمان، تغییر حالات، تغییر شرایط، تغییر نیازهای بشری است. و شما بینید به پزشک که می روید، پزشک هم شما را یک نسخه میدید، مزاج شما را نگاه میکنه، اینه میخورید، میگه 15 روز دیگه بیا، نسخه را عوض میکنه. چرا؟ که انسان با مزاجش هم در حال تغییره و باید پزشک ماهر و حکیم یعنی طبیب باید نفس نگاه بکنه که این نفس چگونه کار میکند، چه نیازی داره بشر، چه نیازی داره جامعه، بر اساس او جامعه پیش برود. ببین دین اسلام در اعتقاد حضرت ابراهیم، اعتقاد حضرت موسی، حضرت عیسی که هر یک از این شریعت مستقل داشتن، تمامشون احکامشون تفاوت، اعتقاد یکی است ولی در احکام تفاوت کم و بیش است و کمترین تفاوت که ما داریم دین اسلام داره به حضرت ابراهیم علیه السلام داره، ولی با بقیه همه تفاوت‌های موجود هست. و این تفاوت برای چیه؟ برای مقطع، برای زمان، برای شرایط. الله تعالی تسهیلات بندگان، آسانی بندگان را الله تعالی در نظر داشته، همیشه نحوه تربیت تفاوت کرده است. و عزیزان من، خود دین اسلام شما نگاه بکنید که در دین اسلام هر چه که مردم مکه اصرار کردن که قرآن یک دفعه نازل بشه، الله قبول نکرده، کتاب به تدریج نازل کردن. یک روزی بود که مردم نماز نداشتن، نفل میخواندن و نماز الله فرض گردانید. و اول که نماز فرض گردانید ببینید 2 رکعت الله فرض کرد. ابتدا نماز آمد 2 رکعتی بود، روایت صحیح بخاری شریف هست. و چرا 2 رکعت الله کرد او زمانه که تازه مردم تازه مسلمان و لحاظا بگذار سرشون آسان بشه، به نماز عادت کنند، یک مرتبه بتوانند نماز بخونند. و نماز ابتدا در مکه مشکل داشت، مردم با مشکل توی در رها 2 نفر 3 نفر جای مخفی می شدن نماز می خواندن. نماز آسان نبود، زودتر نمازشون بخونند و برن زود فارغ بشن. ولی وقتی که امنیت بیشتر شد، آسانی بیشتر شد، الله 2 رکعت 4 رکعت کرد و نماز 4 رکعت شد. ولی نماز سفر الله تعالی 2 رکعت گذاشت. چرا که برای مسافران 4 رکعت الله تعالی 2 رکعت تخفیف داد. نماز جمعه که آمد این وقت نماز 4 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته، نماز جمعه را الله 2 رکعت قرار داد که این جمعیت جمع میشه، از جاهای مختلف میآید و آسانی بشه. الله آسانی را تغییرات آورد الله تعالی و لازم آسان کرد الله تعالی. و قرآن عظیم الشان 23 سال آمد و روزه خیلی بعدتر فرض شد، زکات بعد فرض شد و نصاب تعیین شد. حج سال 8 هجری مثلا دستور حج آمد و سال 9 اولی
حجی که مسلمانان انجام دادن به عنوان حج فرض سال 9 هجری بود و آخری سال 10 هجری خود آن حضرت تشریف آوردن که بی احکام تمام به تدریج بر حرف نیاز محرمات هم مردم نماز می خواندن، شراب هم می نوشیدن در خود مدینه منوره. حرمت شراب نیامد، مشروب حرام نبود، بعدن الله حرامش کرد. این همه محرمات حرمت ها به تدریج و فرائض به تدریج، احکام به تدریج، برای اینکه بر مردم آسان بگذاره، بر مردم سخت نباشه، کم کم عادت کنن. و این از آنجاست که الله تعالی مهربانه و ادیان سماوی رحمت الله، زحمت الله نیستن، سختی نیستن، آسانی در دین الله آسانی قرار داده، دین آسان قرار داده است. ثواب و اجر و تاثیر هم دین و احکام الهی در زندگی ما بسیار بزرگ و درخشانه. سازنده انسان را می سازند ولی الله نمیخواد با فشار این کار انجام بگیره. باید بر حسب شرایط همه قوانین دنیا او زمان دانشمندانه و هوشمندانه خواهند بود که شرایط در نظر بگیریم. این سنت الهیه، از سنت الهی پیروی بکنید. مردم مکه گفته که شما تورات یک جا آمده، شما قرآن یک جا نازل بشه بر سر شما. الله تعالی قبول نکردن، چرا که تورات بعد از اینکه از اسارت فرعون و دشمن نجات گرفتن تورات نازل شد. او زمانه مردم 30 سال 40 سال در اسارت فرعون بودن. بعد از اینکه حضرت موسی آمد، برای نمازشون نمی گذاشت، اذیتشون میکرد، تعقیبشون میکردن و به این صورت تورات چگونه کتابی با این عظمت بیاید و اینا فرصت عمل نداشتن. درگیر بودن با فرعون، بعد که گرفتار بودن به شکنجه های او. از اسارت که آزاد شدن 40 سال گذشته بود، اینا تربیت شده بودن. تورات خواستن یک جا تورات نازل کرد، ولی نه، مسلمان هنون تازه مسلمان شدن، تازه و بالاخره احکام یک جا نازل نشد، به تدریج برای آسانی. قوانین دنیا همینطور مثل شریعت های اسلامی، ادیان سماوی باید به همین صورت باشن و تغییر بخورن به نفع مردم، به خیر مردم، به صلاح مردم. قانونی که 50 سال پیش از این تصویب شده، شرایط امروز اون 50 سال نیست، او زمانه نیست، اون مردم او زمانه رفتن. اکثر شرایط جدیده، نسلهای جدیدی آمده توی دنیا و این نیازها جدیده، حالات دنیا جدیده، حالات جدیده. الان در همه دنیا شرایط عوض شده است و وقتی که شرایط عوضه، تقاضاها جدیده، نیازها جدیده، قانون بر اساس به اساس نفع مردم، نفع مملکت و کشور تغییر بخوره. خیلی چیزا توی او قانون تصویب شده که الان جواب نداده، اما گاهی از تغییر قانون صحبت میکنیم، بعضی اعتراضات میکنن. بابا ما میگه قانون تغییر بخوره، برای تغییر قانون به نفع به خیر همه هست. چرا که بسیاری از این بنده های قانون جواب نداده، الان جواب نگرفتیم.
و گرفتار شدیم. کارشناسان و خبره ها و مردم میتونند که به هر حال بیه مشخص کنن بسیاری چیزها را. شرایط ما امروز دیگه شرایطی است، حالات دیگه حالاتن، نیاز دیگه حالاتن، نیازن، نسل دیگه نسلی است. اون نسل خیلی کم شده و در حال انقراض، در حال رفتن هست و نسل جدیدی می آمده. در این نسل جدید باید هم جدید بیاین و بالاخره جوان، نسل جوان باید بیاید. حداقلش اینه که بالاخره کسانی که نبوت به 40 سالگی رسیده به انبیاء علیهم السلام، اکثرا همین تو خود حضرت رسول نبوت 40 سالگی نبوت آمد. 30 سالگی چرا نیامد 20 سالگی نیامد؟ برای که به انبیاء پختگی حاصل بشه و پخته بشن. ببین حضرت وقتی که 63 سال شدن الله تعالی از دنیا حضرت بردن و کار به دست یارانش افتاد، به دست صحابه افتاد و سن بازنشستگی که یک چیز اتفاقی در دنیا و بین المللی سن بازنشستگی است و این برای همانه که انسان سنش که بالا می رود بالاخره برگشت میکنه و من نعمره ننکش فی الخلق. و هر کسی که ما عمرش را بالا میبریم در خلقت او برگشت میشه، برمیگرده انسان، برمیگرده، چشمش ضعیف میشه، قدرت بدنی ضعیف میشه، عقلم ضعیف میشه. این نیست که عقل پیشرفت میکنه و بدن ضعیف میشود. عقل ترقی میکنه و بدن انسان ضعیف میشود. بالاخره این که یکی بازنشستگی میرسه باید کنار بره و بالاخره جوانها بیاین جایشون، نسل جدید بیاید، نسل توانایی قدرت مدیریت را داره و میان سال بشن حداقل و هیچ کسی برای همیشه یک جا نمونه و حکمت در اینه، یکی با نه. و تغییرات بیاید تا اینکه مایه رضامندی مردم بشود و یک نیاز، یک ضرورت و روی این باید همه فکر کنم. تجربه همینه نشان میده که اگر در یک حلقه یک آدم مسن باشه، آدم مسن قابل تغییر نیست و آدمای قابل تغییرن که در اونها جوانی مقداری باشه و به صلاح همینه که افرادی که قابل تغییرن در اونها تغییر می آید و الله تعالی هم همین افراد انتخاب کرده. هیچ نبی و انبیاء معمر نشدن زیاد، ولی به هر حال در یک شرایط سنی البته در گذشته تفاوت داشته، انسان های گذشته به حالات تفاوت دارن و یک مسئله که روحش فکر میخواد، اگر ما گاهی از تغییرات صحبت میکنیم، گاهی مسائل روی همین مسئله از وظیفه خودمون میدانیم. و یک نکته دیگری که الان وقت نیست، وقت نماز آمده عرض کنم، اگر یک کسی جای اظهار نظری میکنه در امور مذهبی، اظهار نظری میکنه، بالاخره باید آزادی عقیده باشه، آزادی بیان باشه، حمله نکنن برو، توهینش نکنن.
یه بنده خدای در غالبا قوم اظهار نظری کرده، اظهارات نظری کرده، دیگه به او حمله کردن. جواب بده مشکل نیست، آزادی بیان به همه داشته باشند ولی توهین نباشه. و همینطور در مسائل سیاسی کسی اظهار نظر میکنه باید آزادی باشه. کسی که اظهار نظر میکنه دشمن ندانید او را. همه شهروندان و شهروندان حق دارن. تو این جامعه هر کسی حق داره که نظراتش را اظهار کنه و بلکه تقویت دین در همینه. حق در همین بیشتر تثبیت میتونه باشه. و در حیات طیبه یا حضرت اظهار نظر آزاد بوده، آزادی داشتن مردم، مشاوره بود، صحبت بود و آزادی بود. آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی اندیشه، اجرای عدالت، آسانی، رحمت، اینها همه به نفع مملکتان، به نفع جهان هستن و تغییرات به نفع بشر و ترقی پیشرفت. و ما امیدواریم که اینها را رعایت بکنن. حضرت زهرا رضی الله تعالی عنها یا شخصیت مورد قبول همه جهان اسلام ہے، مورد احترام ہے. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ این اهل بیتن که آن حضرت را زیارت کردن، حضرت خدمت کردن و اینها درجه و مقام والای دارن، بلندی دارن. همه مسلمانان بالاتفاق این بزرگان قبول دارند، حرمت میگذارند، محبت میکنند. محبتشون جز اعتقادات، نه جز مقدسات مسلمانان مشترک هستند. ولی جمهور معتقده، اهل سنت معتقدن همه که حضرت زهرا به وفات کردن و واقعه که به اون صورت بعضی بیان میکنن شهادت قبول ندارن. و همینطور جامعه شیعه خودش در گذشته اینجا تو ایران وفات بود و تمام تقویم ها، تمام عنوان ها عنوان وفات بودن. و در کتاب ها، در نوشته های بزرگان و علمای شیعه وفات بود. ولی این نظری اگر کسانی نظر شهادت هم میدهند و علا یکی اگر نظر وفات هم میده در جامعه شیعه نباید مورد حمله قرار بگیره. این گذشته شما سابقه را نگاه کنید که توی تاریخش این وجود داشته. و یک چیزی میگیم که ما بر این اصرار میکنیم که شما فکر کنید، همه فکر کنید. ببینید کسی که دختر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بوده و عزیز آن حضرت صلی الله علیه وسلم بوده، صدر اسلام، هنوز خاک روضه مطهره آن حضرت، قبر شریف آن حضرت هنوز تازه است. شرایط امروز نیست، صدر اسلام و شرایط عصر او صحابه است که جان فدایان آن حضرت بودند. در بدر یک جماعت کوچک در مقابل یک لشکر جرار مکه جنگیدن و فتح کردند. و او صحابه که در غار حرا با آن حضرت صلی ببخش غار ثور سفر هجرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ همراهی کردند و جانانه خدمت کردند
در مدینه منوره صحابه کرام جان فدای آن حضرت بودن. چگونه عقل قبول بکنه؟ وقتی شما زندگی صحابه را نگاه بکنید چگونه عقل قبول میکنه که دختر آن حضرت صلی الله علیه وسلم را جلوی حضرت علی کسی شهید بکنه و در میان اون مسلمانان کسی بتوانه شهید بکنه و عکس العمل نبینه؟ و لحظه ای با عقل هم باید مورد سنجش قرار بگیری که واقعی یک چیزی که حالا ما میخوایم او را نقل بکنیم فکر اسلام بکنیم. از مسلمانان امروزی بله برمی آید این چنان چیزی، ولی نه مسلمان او صدر اسلام. ما هر چه داریم از صدر اسلام داریم. صدر اسلام که این باشه ما تکلیف ما روشنه، امکان نداره. عقل قبول نمی کنه که چنان حادثه پیش بیاید. برحال این هم که من هم میگویم بنده میگویم و عقیده اکثریت قاطع مسلمانان دنیا همینه و بیانه من هم صحبت بیان با نگهداری حرمت و احترام ها بیان آزادی داره. بهرحال بیان نباید بیان انتقادای سازنده، اظهار نظر در مسائل مذهبی دینی، اظهار نظر در مسائل سیاسی اجتماعی و غیره اشکال نداره. انتقاد سازنده درسته و الله تعالی همه را توفیق عمل عنایت کند و عاقبت همه ما را الله تعالی به خیر بگردانه. و فکر میخواهد امروز در این شرایطی که در دنیا جدیدن آمده تفاوت داره با گذشته. امروز نسل جدیدی است، نیازات جدیدن و بر حسب این شرایط باید تصمیم گرفته بشه. بر اساس همین شرایط روابط سیاست بیرونی بر روی سیاست خارجی فکر بشود، در روی سیاست داخلی فکر بشود و به هر حال این بهتر است نفع. و اگر ما به اعدام مخالفت میکنیم و مخالفیم برای آنکه میدانیم که اعدام ضرر داره برای دین اسلام، ضربه میزنه برای دین. الان اینجا حکومت به نام دین هست و هر نوع نقصان به هر نوع مشکل به دین ضربه وارد میکنه، کما اینکه هر نوع حسن به نفع دین تمام میشود. طبیعیه. دین رحمت الله تعالی هست و باید ما همانطور که دین رحمت بوده، پیامبر اعظم رحمتن، ما دین را رحمت قرار بدیم. دین زحمت نشه برای مردم. شرایط اقتصادی مردم فوق‌العاده بحرانی است. هر روزی که صبح میکنیم تورم بالاست، گرانی بالاست. این حرفا را که ما میگیم روی دلسوزی مردم. اما این مردم واقعا چگونه زندگی بکنن؟ کسی گو یک روز 10 میلیون تومان حقوق من بوده از پزشکان، 10 میلیون 10,000 دلار بوده، هر میلیون 1,000 دلار. و بالاخره بعد کم کم همینطور بالا رفته. حالا گفت که من تومنهای بالاتری گفت میگیرم و به 1,000 دلار رسیدن. و شما ببینید که الان اگر کسی درآمدش 10,000 باشه، 10 میلیون تومان باشه، 100 دلار نیست، کمتر از 100 دلاره. و این کارگر، این معلم، این کارمند چگونه زندگی کنه؟ یه فکری نه بکنید. و اگر کسی 50 میلیون تومان درآمد در ماه داشته باشه که کمی اینطوری افراد، 50 میلیون تومان 400 دلاره. با 400 دلار چگونه میتونه کسی زندگی بکنه؟ و فکری نه داشته باشید. حالا
100 میلیون تومان از 125 میلیون تومان باشه 1000 دلاره و بالاخره این بر جامعه فشار وارد میکنه. مردم قدرت خرید نیازهای اولی را ندارن، قدرت خرید نان رفته از مردم، قدرت خرید گوشت و نیازها رفته از مردم، بر مردم فشاره. مسئولان از خودشون نگن که از دست ما چیزی نمیشه. خب وقتی که شما مسئولید از دست شما چیزی نمیشود و بالاخره شما کنار بری بهتره. ولی کسان دیگه بیاین که بتوانن بچرخانن، شما نمیتوانی بگی که دست ما نمیشود. شما باید مدیریت کنید، شما شرایط تغییر بدید، حالا عوض کنید سیاست ها را و پاسخگوی نیازهای مردم باشید. شما را الله پاسخگو قرار داده، قانون فصل، شما مسئولید و از مسئول من شما نمیتوانید مسئولیت فرار بکنیم. الله تعالی به همه توفیق عنایت کنه و الله تعالی حالات و شرایط وضع. و صلی الله علی سیدنا محمد.